نسازیم، وقتی خود زایی نسازیم. رمضان مبارک است، 11 ماه تو گناه کرده ای، 11 ماه از الله فرار کرده ای، 11 ماه تو الله را نشناختی، 11 ماه صفات الله در ذهنت نآمد، آخرت در ذهنت نآمد، جهنم در ذهنت نآمد، عذاب جهنم در ذهنت نآمد، محاسبه و ملاقات الله در ذهنت نآمده. یاغی و باغی بودیم، دی رمضان آمده، به الله رجوع بکنیم، به پروردگار رجوع بکنیم، دقیق شویم. این کدام ماست؟ چه قسم رجوع کرده میتونم، چه قسم توبه کرده میتونم، چه قسم اظهار ندامت کرده میتونم، چه قسم واقعا خودم میشناسم و الله سبحانه و تعالی را میشناسم. عجیب است، بسیار عجیب است. الله سبحانه و تعالی، به الله قسم، بنده خدا نمیخواد که در جهنم بندازه. الله خواسته که بنده های خدا به اشکال متنوع گناهش معاف بکنه و یا را مستحق جنت بگردانه. ولی تو بندستی که غافل استی، تو بندستی که از اعلامی که الله میکنه خبر نداری. آیت برات خواندم، قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا عبادی الذین، ای بندگان ما، ای بندگان ما، کدام مردم اسرفوا علی انفسهم، که زیادت کردن، از حد تجاوز کردن بالای نفسای خود. هر انسانی که گناه میکنه در نظام الله هیچ تغییری نمیاره، به الله هیچ نقصانی رسانده نمیتونه. هر انسان گناه میکنه، ظلم سری خود میکنه، نفس خود به عذاب الله، به غضب الله پیش میکنه. ولی الله سبحانه و تعالی چقدر مهربان است، چقدر رحمان است، چقدر رحمان است. پیغمبر خدا میگه بگو به بندگان ما، بگو به بندگان ما که گناه کرده، انواع گناه را کرده، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نشوی، مایوس نشوی. رحمت الله وسیع است. الله اکبر. الله لازم گرفته وسعت رحمت خدا، نوشته کرده رحمت خدا. بیایی به این روزا در وقت افطار دست بالا کو، گریان کو که الله اینقدر نعمتهای تو را من استفاده کردم اما شکر گزاری نتانستم. اینقدر لحظات ما در بهیدگی تیر شد، اینقدر لحظات ما در گناه تیر شد، اینقدر لحظات ما آزار و اذیت بود، داود اشنام بود، فقط نیت و اراده خراب داشتم. الله چه بهترین فرصت قبول کردن دعا را برای ما نصیب کرده ای. الله، ما بسیار محروم میشم اگر امروز دمی روز دعای ما قبول نشوه. الله، اگر ما دعای مستجاب نشوه سخت محروم هستم. خدا الله، اگر هر قدر گناه دارم، یقینا گناه دارم، معصوم نیستم، انسان خطاکار هستم، اشتباه میکنم، نسیان میکنم، جاهل هستم از عاقبت گناه، از انجام گناه. لیکن یک امر دارم، یقین دارم الله که تو رحمان هستی و بخشش میکنی گناه را. الله تو رحمان هستی، بخشش میکنی گناه را. من مایوس نیستم اگر کل کوهاوری گناه دارم، از رحمت تو مایوس نیستم، چرا خود گفته ای لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله مایوس نشو. ای بنده من، ابلیس تو را مایوس میسازه، از امو خاطر دامن تا اعلام میکنی که بان کلگی متر شوه، نکو تو. الله اکبر. حدیث ابی هریره رضی الله عنه را خواندم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید لو اخطأتم حتی تبلغ الشمس، اگر شما خطا کردی، گناه کردی تا اینکه با آفتاب برسه، گناه بکنی که تا آفتاب برسه، بازم لطاب الله علیکم، الله رجوع رحمت بالایتان میکنه. لطاب الله علیکم، رجوع رحمت بالایت میکنه. ای بنده، این ماه اینمی ماه است. سوال بکن از الله متعال، گناهیت، حالتیت، چقدر احسان الله قطعت کرد. یک ماه مکمل خوراک سرت بند نکرده، مکمل نوشاک به طور کلی بند نکرده، محدودیت گذاشته از یک وقت تا وقت دیگه. احساس کردی گرسنگی را؟ احساس کردی تشنگی را؟ احساس کردی گرمی را؟ کردی احساس؟ اگر فرمان الله را نبری، اگر 4 دقیقه این برق بروه و پکا استاد شوه، عرق میکنیم، جان ما تنگ میشه، خدا شور میدیم. در او حالتی که دستای آدم بسته باشه و دست بروی میزنه
کدام موقعی است برای موضوع الله فرصت میده رمضان نره تو عزیز رمضان درس بگی فقط محدودیت سرت مون چقدر تشنه و کشنه شدی چقدر اونجا زقومی که میخوری که لا یغنی برای تو یک دفعه نمیکنه من الجوع از گرسنگی را بخو این چیز نیه لیکن بگاه شربت جور کرده ای بگاه آبی سرد جور کرده ای لیمو انداخته ای بسیار بلذت میخوری اگر دو زمانی که ریم جهنمیان آیا و تو خورده رویستی این را چه قسم میکنی یک مرتبه در ذهنت بیار یک مرتبه متوجه شو ای بنده به الله قسم احسانات الله آنقدر است آنقدر بی پایان است که انسان شمار نمیکنه کل عمر وجود تو محتاج به الله بود هر لحظه محتاج به الله بودی و کل نیازهایت الله پورا کرده داده عمرت شمار کو 70 سال عمر داری 70 سال اعضای وجودت مکمل اتوماتیک کار کرده یک دقیقه اپندکس میشی در پیش دکتر جان میروی به الله قسم اگر پرسان کنی که چند میگیری زود دکتر صاحب میگی دکتر صاحب جان الان زود شو که بیادرم اپندکس شده 1 ساعت باقی مونده اگر عملیات نشوه از بین میره دکتر صاحب چاپلوسی میکنی دکتر صاحب پول میکشی برش میگیری فیصله نمیکنی آنقدر تشکری آنقدر قدر آنقدر احترام آنقدر اکرام به یک دکتر صاحب برای 1 ساعت فقط روده و خورده پس او را عملیات کرده قطع کرده وصل کرده یاللهی که اینقدر عمر احساناتش تو دیدی لمس کردی مشاهده کردی ای بنده گناهگار تا کی از الله فرار میکنی تا کی میگروزی تا کی این قوت برای تو موجود است تا کی این حیات و زندگی برات موجود است برای تو در ذهنت دیگه ساعت دیگه میمرم فشارم بالا میره ساعت دیگه تکر میکنم ساعت دیگه سرطان میشم به الله سبحانه و تعالی رفتریستم یا الله چی کردم رمضان آمد لحظات و نسیم توبه کردن بود الله کدام ذات است الله را میشناسیم کدام ذات است الله اکبر ابی موسی اشعری رضی الله عنه میفرماید قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل یقینا نور الله که عزیز است عزتمند است ارادهش نافذ میشه حکمش میچله هیچ کس به اراده از اون مانع شده نمیتونه و او ذاتی که عظیم است جل است بزرگ است او چی میگه یبسط یده باللیل دستی که لایق شان الله است میگسترانه در شب چرا میگسترانه هموار میکنه لیتوب مسیء النهار به خاطر که توبه کنه کسی که در روز گناه کرده الله دست دراز میکنه به گناهگارا که توبه بکنه تا الله توبهشون قبول کنه که روز گناه کرده و یا یبسط یده باللیل و یبسط یده بالنهار دستی که لایق شان الله دراز میکنه در روز لیتوب مسیء اللیل به این خاطر که رجوع بکنه کسایی که در شب گناه کرده حتی این معامله قطعی تو بنده غافل قطعی تو بنده باغی قطعی تو بنده جاهل قطعی تو بنده که هیچ الله را نشناختی نه رحم الله را نه معرفت نعمت الله را لیکن الله متعالی معامله را قطع داره حتی تطلع الشمس من مغربها تا ای که آفتاب از مغرب طلوع بکنه الله در توبه را نمیبنده در روی تو ما بگوییم که با وصف یعنی قدر رحمات الله انسان بازان مستحق جنت الله نگرده مستحق مغفرت الله نگرده یا نه مستحق جهنم نباشه ابدالآباد نباشه شما خود فکر بکنید و ذاتی که برات میگه که تا فتاب گناهایت برسه الله اکبر